سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان روبلنده و بررسی نمودار نفت آمریکا در خدمت شما هستیم. سابسکرایب یادتون نره تا از آپدیت تحلیل و تحلیل جدید ما جا نمونید. روبلند، ماشین پولساز هوشمند. بسیار خوب دوستان، روی نمودار یو اس اویل هستیم. توی تایم فریم ویکلی و بلند مدت اگر نگاه کنیم یک ساختار نزولی رو داره این نمودار و یه در سال در واقع سال 2020 یک حرکت صعودی رو آغاز کرده تا انتهای سال 2022. امسال هم در یک روند نزولی قرار داره توی میان مدت. این حرکت صعودی هم که داشته موفق نشده که این سقفش رو به بلند مدت بشکونه و توی بلند مدت دید ما روی این چارت نزولی هستش، حرکات نزولی عمیق‌تری داره و دید ما همچنان با توجه به اینکه ساختار نزولی است تو بلند مدت روی این نمودار نزولی است. تو تایم فریم دیلی و میان مدت هم بررسی کردیم دوستان. یک ساختار نزولی داره، در واقع یک موج نزولی تشکیل شده، برخورد کرده به این کپ، در حال اصلاح توی دل این موج نزولی هستن. خب سطوحی که برای ما مهم هست دوستان، سطوحی که وجود داره دوستان در سطح بازگشتی این موج نزولی هستش که اگر بندازیم این سطوحی که داره به ما نشون میده سطوح بازگشتی و سطوح مقاومتی مهم هست. توی کوتاه مدت تر بنده توی تایم فریم 4 ساعت هم نمودار رو بررسی میکنم. نمودار توی کانال صعودی قرار داره و یک حرکت صعودی رو داره انجام میده. توی کوتاه مدت و توی همین تایم فریم 4 ساعته و 1 ساعته یک حرکتی رو انجام داده، برخورد کرده به سقف کانال، یک ریزشی داشته که توی کوتاه مدت به ما یک تغییر ساختار رو هم داده. با توجه به اینکه برخورد کرده به سقف کانال، انتظار ریزش توی کوتاه مدت رو از نفت داریم. قیمتش الان روی 89 تا 90 هستش و سطوح حمایت بعدی که براش وجود داره توی کوتاه مدت این گره معاملاتی توی 87 و همینطور کف این در واقع کانال صعودی توی 84 تارگت های نزولی کوتاه مدت در واقع نفت هستن و همینطور یک سطح حمایتی توی این گره معاملاتی اینجا وجود داره توی بازه 77 تا 81. قیمت اگر موفق باشه این کف رو بشکنه، یعنی کاری که میکنیم ما اینجا توی قیمت 77,500 هم یک آلرت ست میکنیم. اگر این کف رو بشکنه در واقع از این کانال صعودی کوتاه مدت خودش خارج شده و حرکات روی بالاش به اون موقعیت فروش رو میده و ادامه حرکت نزولیش رو خواهد رفت. همینطور این سقف هم آلرت ست میکنیم. اگر این سقف رو بشکنه، تارگت هایی که اینجا مشخص کردیم به عنوان مقاومت وجود داره. ابتداً این سقف هستش دوستان، این ناحیه توی 50% فیبوناچیش افتاده و عدد 96 الی 98 هستش. همینطور یک سطح مهم بعدی که وجود داره برای نفت سطح 108 تا 110 هستش و اینا سطوح مقاومتی هستن. همینطور این سقفی که اینجا وجود داره توی عدد 123 و مادامی که بالای این سقف نیامده احتمالاً این موج ریزشی بعد از پایان اصلاح صعودیش ادامه ریزش رو ما داشته باشیم. پس این سطوح برای ما مهم هستن دوستان. نفت از جهاتی برای ما مهم است، مخصوصا برای عزیزانی که فورکس کار میکنن. دوستان ببینید نمودار نفت با ارزهای دلار استرالیا، دلار کانادا، کرون با کرون و همینطور با دلار نیوزیلند کولریشن مستقیم داره، با ارز CHF فرانک سوئیس و JPY ین ژاپن هم کولریشن منفی داره. از زمانی که فارکس کار میکنن با توجه به روند کلی در واقع نفت میتونن این جفت ارزها رو معامله کنن و به کولریشن و در واقع ارتباط اینها هم با توجه داشته باشن. نفت تاثیرگذار است هم توی دنیای اقتصاد هم توی ارزش ارزها و جفت ارزها بازار فارکس، مخصوصا از این که در واقع ترید میکنن در کنار شاخص‌های مثل نزدک و S&P به نمودار نفت هم با توجه ویژه داشته باشن. بسیار خوب دوستان، امیدوارم این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. برای ما حتما توی کامنت ها بگین دوست دارین چه ویدیوهایی برای شما از آن تحلیل قرار بدیم. براتون از موفقیت سود و مداوم دارم. روزتون بخیر.